شانس داریم واسم ناز کنیم تو فکر کردی یه بچه پاس کنیم خدا سیانت بسته. آخه چه ناز مثل بچه گربه ها گرفته خوابیده. طفلی هر روز آخه از صبح میاد از سر کار تا آخر غروب میاد بیرون خسته است دیگه. آخه چی میشه اینه تو چرا ضعیف کردید مادر خراب. بذار یه کاری کنم الان هراس میشه. ای پسر مف خورد بیاد تا بینیم ماما چرا اینجا بکردی کاروان چراش که بگیره این علدنگای خوابی سریز به مولا تو رو خدا به من شلیک نکنی. پسر که مف خور از صبح تا شب که اینجا این علدنگا گرفتی دراز کشیدی. آره سر یه کاری یه نونی دریار چقدر مف خاری میکنی تو این خونه. بابا یه شب بیاد تیر خالی کن تو کله ما رو راحت کن دیگه. سکتم دادی چه شب تا غروب اینجا میگیری میخوابی. پاشو یه کار مفید انجام بده. پدر من برات 20 بار توضیح دادم که من یوتیوبرم بابا. کلیپ میذارم تو یوتیوب. یوتیوبرم چه بابا؟ یوتیوبری میشه شغل. مرد باید ساعت 7 صبح خونه بزنه بیرون ساعت 10 شب برگرده خسته و آش کوفته. لقمه نون بیاره واسه زن و بچه‌ش که البته زن و بچه نداری. خاک بر سرت. بابا پدر من اون مال قدیم بود به مولا. پشمام ببین کانالم 12000 تا سابسکرایب گرفته بنازم. ای خاک بر سرت. همش دنبال دلقک بازی. بابا از این همسن سالات خجالت بکش. دور و بر اون همه بچه‌هاشون یه کاری شدن یه پخی شدن. تو چی آخه؟ فقط بلد اینجا بگیری بکپی. پدر من اولا اینکه اینجا خونه منه. خونه شما اونجاییه که ما چندین سال پیش با رایدر اومدیم ازتون دزدی کردیم. دومندش هم همه دور و بر ما یا گنگسترن یا مواد فروش یا اسلحه فروش. خدا وکیلی کی پخی شده. پسرم خدا وکیلی قانع شدم. عجب جمله گفتی. ولی به هر حال تا باید بری یه شغل درست درمون پیدا کنی. الان گم شما رو بیرون و تا یه شغل درست پیدا کردی خونده نیا. ای خدا اینم شانس مایه. ای خدا نه از بابا شانس آوردیم نه از ماشین. این چیه زرت زور روغن ریزی داره. دهن سرویس این مکانیکه چقدر سر شلوغه. خدا میدونه چقدر در میاره. وایسا ببینم. A few moments later. یه فکری به ذهنم زد. اوستا ماشین ما رو دست زن بابا من میبرمش. که بازم قراقاتیه امشب لباسم تن فوتیه حس نسلی داره. به مکانیکی برادران جانسون بجز سویت و رایان خوش آمدید. از همین الان ما آغاز به کار کرده ایم. خب به هر حال باید صبوری کنیم تا مشتری بیاد. سلام جناب حالت خوبه؟ بی زحمت این ماشین ما رو